خاک بریزین سریع تا کسی نیومده ببینه. امروز هم جمعه 4 مهر ماه هستیم عزیزان و همین شکلی دارین خودتون مشاهده میکنید. دیشب اینجا تو محله شهید کاظمی سر یکی از پرترددترین چهارراه‌های این منطقه زمین دهن باز کرده و عزیزان صبح اومدن دارن طبق معمول خاک میریزن. یعنی فقط تنها راهکارشون اینه که بپوشونن حقیقتو پنهان کنن و خاک بریزن روی این موضوع. تا کی ما میتونیم این حقیقتو پنهان کنیم؟ مگه پنهان کردن این حقیقت مسئولین استان اصفهان که فرونشست داره نابود میکنه یه تاریخ و تمدنو؟ ولی متاسفانه ما شاهد این هستیم که هیچ اقدام عاجلی برای این موضوع نمیشه. تنها راه این موضوع هم فقط جریان حداقلی زایندرونه بلا غیر. و اینی که بیایم از اون کشاورزی‌های بالا دست، از این آبی که برای صنعت و فولاد مبارکه و ذوب‌آهن و پتروشیمی و هزار صنعت دیگه و انتقال به یزد میره جلوگیری کنید. اگه نمیتونید جلوگیری کنید حداقل بیاین جایگزین کنید. بازیچه نیست جون چند میلیون نفر آدم داخل این شهر و اونا بازیچه دست خودتون قرار ندین. تا دیر نشده یه فکر عاجلی بکنین. مگه ندیدین شرایط آخر و زمانی تایلند و کشور تایلند چه اتفاقی براشون افتاد؟ اینا مطمئن باشین که اگه یه فکر عاجلی برای شهر اصفهان نکنین و یه جریان حداقلی برای زاینده رودی که نابودش کردین طی این 25 سال در نظر نگیرین، ما شاهد این میشیم که اگه هوا ما رو نکشه، اگه آلودگی هوا، اگه ریزگردهای تالاب ما رو نکشه، مطمئن باشین فرونشست و زمین دهن باز میکنه و همه ما و این شهر رو نابود میکنه. خاک رو چی میریزین؟ خاک رو واقعیت‌های انکارناپذیر فرونشست شهر اصفهان میریزین. خاک میریزین رو حقیقتی که نمیشه اونو پنهان کرد و مطمئنا در آینده گریبان همه ما رو در این شهر میگیره. بذارین صدای ما به همه ایران برسه عزیزان. خواهشی از همه عزیزان دارم اینه که این ویدیوهای فرونشستا تا میتونن وایرال کنن. بذارین صدای ما به همه ایران برسه. بذارین همه مسئولین ببینن چه شرایطی برای شهر اصفهان به وجود آوردن.